سلام آقای انصاری، سلام بر شما و سلام بر همکاران. من ولی هستم از ایران تماس میگیرم. واقعا تشکر میکنم از این لطف شما که زحمت میکشین. ناخواندانا، کسایی که ناخوان هستن اونا را بیدار میکنین برای حق. خیلی ممنون از لطف شما. موفق باشین. خداحافظ شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک انتقادی از شما که خیلی کم از شبکه‌های توحیدی هم یه خورده زیاد داشتم از شبکه کانال. بازم به شما دارم میگم بخاطر اینکه یه خورده اگه این سخنرانی‌های علما رو زیاد برامون بگذارین خیلی ممنون میشم. ولی به خاطر شیعیان که کلا ما از یادتون رفتیم، ما اهل سنت از یادتون رفتیم. فقط هر برنامه‌ای که ما می‌بینیم تو شبکه وصال، شبکه توحید، کلمه، نور، فقط همین موضوع همین شیعه. کلا ما اهل سنت از یادتون رفتیم. یه خورده این سخنرانی‌های علمای ما را که برامون بگذاریم خیلی خوب میشه. حنیف هستم، از تهران تماس گرفتم و خودم از افغانستان هستم. بیشتر شبکه‌های شما رو دنبال میکنم که مسجدی که ما نداریم که بریم تو مسجد، فقط همین شبکه‌هاست که از طریق این شبکه‌ها میتونیم